تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از قالب برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهنجان همدان، که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژتاب نور مهربانیش. من حسین حاتمیان هستم، 47 سالمه، 2 فرزند دارم. تو کار خونه کمک خانومم میکنم اکثرا، یا حالا جایی بخوایم در بیاییم خب با خانومم یه چایی میذاریم و هم میخوریم. اکثرا کارمون همینه. روزام خب مثل همه میرم سر کار. اصلیتم هم اهل همدان هستم. من با کار زندگی میکنم، اصلا کار نمیبینم کارمو. یه زندگیه که من توش هم کار میکنم هم توش غذا درست میکنم. بخش 2/3 زندگیم اونجا تشکیل میده، چون یه خب بیشتر تو کارم هم. ولی خب یه دنیای دیگه که من باش لذت میبرم. شغلم هم که صنایع چوب، طراحی دیزاین داخلی منزل و ولی در اصل دنیای چوبم. خب جناب آقای حاتمیان عزیز، خیلی خوش آمدید. لطف دارید. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق سال 1392 واسه من افتاد. من قبل از این اصلا یه سری شبهه تو ذهنم بود، ولی من میگم شبهه مقدس، حالا اسمش رو خودم گذاشتم. حالا چرا مقدس؟ شک مقدس شاید بگم. شک مقدس. خب بله. مثلا دین من چرا باید شیعه باشه؟ واقعا من بایستی چون که پدرم شیعه بود و شیعه است یا عموهام، یعنی من باید همین باشم؟ دین دیگه وجود نداره که مثلا من برم خدای بهتری پیدا کنم؟ فقط پیامبر من پیامبر خوبیه، پیامبر مذاهب دیگه چی؟ پدرم باید روزه بگیره، منم باید روزه بگیرم؟ این یعنی چی که سلام مستحب است جوابش واجب؟ آقا 1400 سال پیش بین 2 گروه یه جنگی شده، تا الان چرا داریم کشش میدیم؟ چرا تموم نمیشه؟ شب قدر یعنی چی؟ یک شبیه مثل شبای دیگه. آیا این که میگن آقا تمام ملائکه بر روح میان، چجوری میان که من هیچ درکی ازشون ندارم؟ خدا یعنی چی؟ تا کی ما باید اینو ادامه بدیم؟ برای من سوال بود، ولی میرفتم هیئت رو میرفتم، روزم قطع نمیشد، ولی دلیلش رو نمیدونستم. به خاطر این اگرها و این معماها بخش بیشتر از ذهنم رو درگیر خودش میکرد. شروع کردم به مطالعه کردن. هیچ کس هم نمیدونست که من دارم چی کار میکنم. مثلا چرا من باید شیعه باشم؟ چرا من نباید مثلا مسیحی باشم؟ چراهای زیادی تو ذهنم رو به شدت مشغول میکرد. در 80 عاشق مطالعه هستم. نیمه گم شده خودم رو تو مطالعه پیدا میکردم که دنیای پیرامون خودم رو کامل بشناسم. اجتماع، دینم. من نمیتونم شیعه باشم که درکش نکنم. نمیتونم اصلا مسلمان باشم درک از اسلام نداشته باشم. طولوش شهریور ماه میشد. خب من اون موقع کارگاه مبلسازی داشتم. خب
تو شغل ما یه بخشی هست که نمایشگاه دوره‌ای هم میشه شرکت کرد. تو شهرستان و اینا نمایشگاه میذارن، غرفه میگیریم، طبق این غرفه بریم مبلمون رو میذاریم، ارائه میدیم، فاکتور میکنیم و بعد میایم تهران شروع میکنیم به تولید و میفرستیم برای شهرستان. تو یکی از این بارها من فکر کنم یا بندر یا بوشهر بود یا بندر گناوه، تشکیک از منه، رفته بودم فاکتور زده بودم و 3-4 تا از این مشتریام خیلی عجله داشتن، یا حالا یا دیر شده بود کارشون یا عجله داشتن. ما معمولا بار رو 7 ست میکنیم، یه بار کامیون میشه میفرستیم یا بار تریلی میشه کامل میفرستیم. بار مبل خیلی بار حساسیه. متاسفانه اینا که انقدر زنگ میزدن من مجبور شدم که این چند ست رو زودتر آماده کنم با باربریای عمومی بفرستم. این باربری عمومی همه چی بار میزنن. خب وانتی ما اومد و یکی از بچه ها بود، من دو دست بار کردم. 2 دست اولی که بردم هم اتفاقا هم در سر 2 دست اول افتاد. بار زدم، بردم باربری، بعد دیدم بله بارو دارم بار تریلی میکنم، تریلی 18 چرخ چادردار و اون کسایی که میچینن بالا آدمای به شدت حرفه‌ای هستن. ولی خب من گفتم که نگه دارم من بارمو، به اونم گفتم که من بارم بچینید پایین چون که همه چی میاد رو این بار خراب میشه. گفتن پس نگه دارید، بار که تکمیل شد اون بالا ما ستای شما رو میذاریم اونجا. بار که داشت تکمیل میشد گفتش که حالا بیاید ما بارو بذاریمش اون بالا. این بنده خدا رفت بالا، بعد من مبلا رو کمک کارگر کردن و دادن بالا. من دیدم این باری که داره اون بالای کامیون داره میشه بارای تریلی، دیدم مبلا رو داره صورت به صورت میگذاره. گفتم که اینا رنگی دارن، تا بندر بخواد بره این شاید 50 بار بخواد ترمز کنه یا دست انداز داره، اینا سایده میشه به هم دیگه، مبلا رنگشون میره، لاشون پتو باید بگذاریم. من هرچی گفتم دیدم این یا نمیتونه یا جاش بده. گفت آقا من نمیتونم این کارو کنم، هم جام بده هم اینجا چیزی ندارم. گفتم بیا اینور من خودم یا پتو پیدا میکنم، تو وانتون پتو بود. گفتم پتو قاسم بده به من برم بالا اونو درست کنم، این تا بنده هیچ چیز از این مبل نمیمونه. رفتم بالا، جامونو عوض کردیم، رفتم بالا، من رسیدم دقیقاً به روی تریلی زیر چادر. معمولا این تریلی ها 18 چرخ تنابایی دارن که اینا صفر میکنن، ولی میخوام موقع بارگیری اینا شل میکنن و تو قلابشون هست. اصلا عادت که من میدونستم مثلا این قلاب در نمیاد، از این تناب از قلاب در نمیاد. من رفتم بالا، دستمو پیچیدم دور این تناب. وقتی وزن خودم رو انداختم روی تناب کلی خودم رو قفل کنم و این چیز کنم، نگو تناب وله کلا. منم خبر ندارم، با تمام قدرت کشیدمش که خودم رو نگه دارم که تناب با خودم از روی تریلی به پشت اومدم پایین با سر. فقط من ضربه خوردن شدید بدن و سرمو به زمین فهمیدم. تمام. بعد از اون هیچی، فقط دیدم یه چند نفری اول جمع شدن یه جا. با خودتون نگفتید که تناب الان دست من بود چی شد؟ تناب چی شد؟ اصلا تو فکر دیگه تناب نبودم. وقتی دیدین یه جمعیتی رفتن به یه سمت، تناب رو فراموش کردین؟ آره، اصلا از اون فکر در اومده بودم بیرون. چرا انقدر که استرس به من داده بودن این مشتریا که تو رو خدا اینا رو زودتر اینا بفرست و اینا، من فقط استرس اینا داشت که این بارگیریش بره. الان که میبینید اون جمعیت اومدن، هنوزم استرس اون صاحب بار رو داشتین؟ بله بله. مثلا من اومدم قاسم رو پیدا کردم، گفتم که قاسم بیا کارمون انجام بدیم، دستای بعدی رو بیاریم، این سری بارگیریش بره.
من دیدم یه دی جمع شدن. قاسم کیه؟ قاسم وانتیمون بود که با ما اومده بود، باره من آورده بود، دوتایی با هم دیگه بودیم. به قاسم گفتم که قاسم، اومدم پشت قاسم به من بود، من دیدم من پشت دارم میرم ولی دیدم صورتشو میبینم، ولی بازم اصلا تعجب نکردم. پشت سر قاسم هستم اما چهره قاسم رو میبینم، دارم میبینم، تعجبم نکردم، عادی، چون که داشتم کارمو میکردم، اصلا نمیدونستم خوردم زمین، متوجه نبودم چه اتفاقی افتاده. و بعدها متوجه شدم که چرا من اینو در دو صورت دیدم. بعدها از دو زاویه. بله از دو زاویه دیدم. بعدها متوجه این اتفاق افتادم. ولی داشتم که میرفتم از پشت سر به قاسم بگم، تصویر قاسم جلو چشم بود، یعنی جلوم بود. رفتم که دست دادم به شونش که گفتم که قاسم، دستم از قاسم اینجور رد شد. دستم که از قاسم رد شد، من فهمیدم که یه اتفاقی افتاده، تعجب کردم. بعد دیدم که چرا همه جمع شدن اینجا، چرا یکی میگفتش که 110 زنگ میزنه، یکی میگه بابا اورژانس زنگ، این مرده، این نبض نداره، یکی میگفتش که بابا این قاسم میگه بابا من همکارشم، این ببریم بدیم دست خانواده‌اش. هر کسی یه چیزی میگفت، اما من میفهمیدم تک به تک دارن چی میگن. شما یه شلوغی در نظر بگیرید که یه سری شلوغیه، خب متوجه نیستید، یه شلوغیه، یه بلواییه، ولی من فرد به فرد اینا که چی میگفتم متوجه میشدم، تفکیک میکردم اینا رو از هم دیگه. گوشم به قدر قوی شده بود، به قدر دقیق میشنید که میتونستم 1000 تا صدا رو با هم دیگه تفکیک کنم، بفهمم کی چی میگه، چی نمیگه، کجا داره صحبت میکنه، چی داره میگه. یعنی کلیت ذهنم شده بود گوشام. صدای همه رو میشنیدم که هر کی چی میگه، از جلال و دوستم ایوب گرفته تا تک تک اون نفراتی که بالا سرم حاضر بودن. یعنی این احمد ایستاده انگار شده بود اونجا 20 نفر رو در رو با همشون مکالمه میکرد، یعنی محدودیتی نداشتم که پاسخ یکی رو بدم اون یکی بمونه. رفتم جلوتر از زاویه بالا 2 متر 3 متر بالای سر همشون بودم. بله. از بالا دیدم، گفتم به خنده، چون من یه آدم شوخ طبعیم، گفتم که این که منم که پس من کیم؟ من خودم اونو قبول نداشتم دیگه. شوخیتون گرفته بود؟ آره، که این چقدر شبیه منه، چقدر شبیه منه، ولی منم، ولی چرا من نیستم؟ من فهمیدم که من یه اتفاقی واسه من افتاده و اومدم که دوباره برگردم به سمت راست، بگم نمی اونجا نیستم. پس اونجا بر شما وارد شد، نه شما بر اونجا؟ بله بله بله. فقط من به سمت راست که برگشتم دیگه من اونجا نبودم، جای دیگه ای بودم. به سمت راست چرا برگشتین؟ چی کار داشتین؟ اصلا بی اختیار برگشتم، انگاری که مثلا یه چیزی بگی به سمت راست برگرد. آها، نه اینکه مثلا با یکی از افراد اونجا کار داشته باشین یا بخواید مبلا رو نگاه کنین، بلکه به یک علتی که نمیدونید چرا، نمیدونم، کشیده شد توجهتون به سمت راست. به سمت راست، بله. وقتی به سمت راست توجه کشیده شد، یه فضایی رو دیدم. بله. این فضا
اسمش که میاد، یادم که میاد، خواه میخواه گریم میگیرم. چرا؟ آخ که ای کاش بر نمیگشتم، ای کاش بر نمیگشتم. خیلی زور زدم که بر نگردم. من اصلا اهل گریه نیستم. انقدر زندگی به این فشار آورده که یادم نمیاد که اصلا گریه کردن یاد نگرفتم، ولی یاد اونجا میفتم. بابا چرا میخوای گریه کنی؟ وقتی که وارد شدم نمیدونید چقدر آدم رو تحویل گرفتم. کسی نبود، همه منو تحویلم میگرفت. نه اینکه آدم مغروری باشم، من از آدم خاکیم، اصلا غرور نمیدونم یعنی چی. اصلا تو ذهن من هیچ چیزی به نام غرور وجود نداره. یه بچگی تو خاک بودم. درخت حرف میزد، سبزه حرف میزد، آب روان حرف میزد، شعور داشتن. میفهمیدم که میگن خوش اومدی. همین الانشم که میرم جنگل یواشکی میرم درخت بغل میکنم. به خدا میرم درخت بغل میگم میدونم که شما حرف میزدید، میدونم که شما داشتید با من حرف میزدید، اما تو جمع نمیتونم این حرفا رو بزنم. میگن دیوانه است. میشینم با سبزه ها صحبت میکنم، بعضی ها میبینن سبزه رو میگیرن میکنن، میخوام داد نکن، اون حس داره، اون دردش میاد. این آبی که داره رد میشه به قرآن حس داره. آب که داشت روان میرفت حسش میکردم چقدر عزیزانه دوستم بوده، چون این دوست داشتن متقابل بود. من همیشه یه دعایی دارم، بعد از این اتفاق اون دعا رو میکنم. همه میگن خدایا سلامتی بده، من میگم خدایا سلامتی خیلی جزء کوچیک از آرامش، خدایا آرامش بده. ما هممون به دنبال نیمه گم شدهمون به نام آرامش. فهمیدم کسی اینجا واسه من زیر و رو نمیکشه. احترام، سلام علیک. کسی با ریا به من نگفت سلام حسین که دست بدم خنجر رو تو آستینش ببینم. توی فاصله تقریبا یه خودی کم و بیش 1 متری خودم تو این سمت راستم
یه صدایی شنیدم، نه سلامی کرد نه چیزی، از قبل انگاری که یک دوست چندین هزار ساله آدم. اون شخص تو من ندیدمش، صوت بود، دهان اصلا تکلم معنی نداره، انگاری که هزاران سال با منه. تو فاصله 2 کیلومتری یه خونه بود، یه خونه تقریبا 3 طبقه، خونه بسیار خوشگل. برگشت گفتش که اینجا میدونی کجاست؟ گفتم اینجا همش مال توه. این خونه به این بزرگی؟ گفتش که آره. گفت اینا رو میبینی؟ گفتم آره. گفتش این باغو میبینی اون سمت؟ گفتم که آره. گفت این همش مال توه. گفتم من اینو نخریدمش. گفت تو نخریدی ولی مال توه. بعد گفتم ولی خیلی قشنگه. گفت میخوای نزدیک ببینیش؟ گفتم که آره. تا گفتم که آره دیدم که بهش دارم خیلی نزدیک میشم ولی سرعتی در کار نبود. فکر میکنم 3 طبقه بود. چرا میگم فکر میکنم؟ چون این طبقاتش یه طوری بود خب که میرفتم جلو این میرفت بالاتر. متوجهید؟ دور پایین بود. مثلا من 3 طبقه میدیدمش. وقتی که داشتم ازش رد میشدم بودم اوه چقدر بزرگه. شما در حالت پرواز بودین؟ بله. من اومدم حتی از بالای خونه رد شدم، اومدم پشت خونه هم دیدم. حتی این پشت خونه رو دیدم دیگه، همونجا وایسادم گفتم چقدر اینجا قشنگه. بعد تو ذهن خودم میچرخوندم کاری کردم، چی کار کردم، بابت چی؟ آره چرا باید به من بدم؟ من چون که همه چی واسه ما مادیه، پولیه، باید یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. من چجوری این خونه رو به دست آوردم؟ آره واسه من این سوال شد. خب جوابی نفهمیدم تا بعدا به جوابش رسیدم. رفتم اونور دیر وایساده بودم. اومد گفتش که چطور بود؟ گفتم که من آرزوی همچین خونه رو داشتم. من آرزو داشتم که باغ داشته باشم. من از کشاورزی رو دوست دارم، من باغداری رو دوست دارم. گفتش که میخوای بدونی چرا؟ گفتم که خیلی من آدم کنجکاویم. گفت جایی دوست داری بری؟ گفتم که آره دوست دارم جایی برم. میتونی منو ببری؟ گفتش که کجا؟ گفتم که من 2 سال پیش پدر و برادرم رو به فاصله 10 روز از دست دادم. خیلی دلم براشون تنگه، خیلی دوست دارم ببینمشون. گفتن همانا و پدر و برادرم رو به فاصله 1.5 متری دیدن همان. ولی چطور؟ اونا منو نمیبینن. ما بین من و اون 2 نفر پدر و برادرم یک پرده بسیار باریک. و خواستم وضعیتشون رو بدونم. کسی از وضعیتشون به من نگفت ولی فهمیدم خوبه جاشون. چجور خوب بود جاشون؟ قلباً فهمیدم که اینا خوبن. به قلبم اعلام شد. یعنی یه طوری که آروم شدم. وقتی که آروم شدم فهمیدم که مشکلی ندارن. من که پدر و برادرم رو دیدم اومدم این طرف، گفتش که میخوای یه چند نفری هم بهت نشون بدیم اوضاعشون رو ببینی؟ از سر کنجکاوی گفتم آره. این چند نفر خب از آشناها بودن. یکی از اینا که من اولین نفر که نشون دادن، شما فرض بگید یه برگه آ4، من اون برگه آ4 باشم، این وضعیت اینو که به من حس کردن و به من چشوندن، این برگه آ4 انگاری که مچاله شد تو دست جمع میشه. این وضعیت اون فرد آشنا بود؟ بله. من چون که گفته بودم من میخوام ببینم، گفت میخوام وضعیتشو ببینید، چون که میخواستم حسش کنم، به حالا من اینجوری برداشت کردم. اونو وضع من دیدم. شما فرض کنید من یه برگه آ4 باشم، من فرض بگید یه برگه آ4، یکی اینو مچالش کنه، لهش کنه. داد زدم این چرا من دارم اینجوری میشم؟ گفت این وضعیت اینه، خواستیم فقط وضعیتشو حس کنیم.
نفر بعدی از اون بدتر. داد زدم تو رو خدا بسته، چرا با من؟ گفتش که به خاطر اینکه میخوام وضعیت آدمایی که با این وضعیت میمیرن تو اینجا حسشون کنم. تعدادشون دور و بر 6-7 نفر بود، اما من تا نه مثلا 3-4 رفیقامو دیدم. یه چند تاشون از دار دنیا رفتن ولی یه چند تاشون هستن، یه چند تاشون هر روز با منن، 1-2 نفرشون رو دیگه خیلی با من رفیق بودن، داد و بیداد کردم سرشون تو رو خدا نکن. حتی رفتم پیش، وقتی که برگشتم گفتم بابا جان من دیگه مثلا نمیدونستم داره چی کار میکنه، اما زوم شدم روش، سر دزدی گرفتمش. گفتم بابا فلانی من و تو این همه رفاقت کردیم، یه دست بردا. گفت حسین وسط بخوره ول کنم؟ گفتم ته نداره ها. در حال مچاله شدن و زجه زدن یا التماس کردن یا تو رو خدا نکنید این کارو با من. اون حس اونها رو، اون بدی اونها رو به من انتقال داده بود. نفر آخر همین برادر خانومم بود. یکی از بستگان ما به من نشون دادن، ایشون پسر عموی خانومم، من به عنوان برادر خانوم میبینمشون، اسمشون محمد آقاست. ایشون رو به من یو نشون دادن. این برگه آچار که له شده بود باز شدم، گل از گلم شکفته شد، باز شدم، آخش نفس کشیدم، فهمیدم اون وضعیتشون مثل اینا نیست، اون خوبه. این چقدر به من آرامش داد وضعیت اون شخص. چرا؟ نمیدونم چرا، من فقط فهمیدم که اون مشکل اینا رو نداشت. فهمیدم یه داستانی بین اینا هست، فهمیدم که یه خلایی هست که من چرا بعضی وضعیت اون اونجا مچاله بشم و آخرین نفر اونو به من نشون دادن. دیدم آقا راحت شدم، تونستم نفس بکشم، تونستم آروم بشم. حالا اون جایگاهی که ایشون داشت میگو واقعا با جایگاه من خراب خیلی فرق داشت، ولی در هر صورت حرفایی که ایشون زدن گفتن که آره حالا من خوب بود، وقتی صدای اسم تو رو می آوردم حالم خوب میشد. اینو به من اینجوری گفتن که وضعیت آدم خوب تو اون دنیا هم میتواند تأثیرگذار باشد بر روی دیگران تحت شرایطی. گفتش که صبح به کیا سلام میدی؟ صبح به صبح بلند میشدم، قبل از نمازم 14 معصوم و فرد به فرد عرض ادب میکنم. اون موقع سلام میکردم. گفتم که سلام که میکنم میشنون، اصلا منو میبینن. عجیبه توی خلوت خودتون 14 معصوم و سلام میدادین ولی شکم داشتین. آره میگفتم که با اینکه تو دروغ خلوت نیست. بود کسی نبود اصلا سلام میدادید با شک. بله، ولی اصلا این که مثلا بخوام ترک کنم ترک نمی کردم. چرا؟ فقط میگفتم نمیدونم چرا میگن جواب سلام واجبه. میگفتم بالاخره یه جوابشو باید بگیرم دیگه، که آقا این جواب بالاخره یه سلام میدم، اینا باید جواب سلاممو بدن. گفت میدونستی جواب سلام واجبه؟ گفتم بله، اتفاقا من دنبال همین سوال هستم ولی جوابی واسش نداشتم. گفت بیارون جوابشو بهت بدم. در لحظه‌ای که به من گفتن که آقا بیا بریم جواب رو بهتون بدم، من دیدم روبروم یک خونه است، یه خونه تقریبا کاگلی ساده ولی خیلی قشنگ. همون لحظه جلوی این خونه بودم. حضرات حالت نعل اسبی، حالت نیمگرد، حالت نعل اسبی نشستن. رفتم جلوی در ولی اجازه نداشتم جلوتر برم چون که نتونستم برم جلو. دم در وایستادم، سلام علیک کردم، جواب سلاممو دادن. چقدرم خوب جواب سلام میدن. چطور؟ با شوق. همینجا بهتون گفتم من یک بعضی از
چیزایی رو مثلا حس کردم، فهمیدم که تو الان به خانومم به هیچ کس نمیگم. یک نفر تو اینا خیلی مظلوم بود، حس کردم مظلوم بودنشو. به کی میتونم بگم؟ اینو هی برگردم بگم که بابا تو هم یه چیزی با خودم باید به قبرم ببرم. چرا من اولین دفعه که میرم، هممون میریم زیارت آقا امیرالمومنین، من میگم بابامه، کاری هم به هیچ کس ندارم، من میگم بابامه. چرا؟ اول مظلوم عالمه. کی فهمیدم اولین مظلوم عالمه؟ نشستم یواش یواش نهج البلاغه خوندن، نشستم تاریخ مرور کردن. چقدر باید یه آدم مظلوم باشه تو 70,000 منبر نفرینش کنن، توهین کنن بهش. آخ که جگر آدم میسوزه، آخ که جگر آدم میسوزه. قبل از که اتفاق واسه آدم بیفته، واسه من بیفته، میگفتم مگه این میشه بچه 3 ساله بزنن؟ مگه میشه آدم خوب باشه در موردش فحش بدن؟ مگه میشه آدم خوب باشه حرفشو نخونن؟ آره میشه. خدا گفت حسین یه کاری میکنم که سلول به سلول وجودت بفهمه که هستی، ولی به تو تهمت میزنن تا بدونی اونا چه کشیدن. تا الان هم همین اتفاق داره واسه من میفته. یکی از این حضرات اومد بیرون، سمت راستم وایساد، گفت سلام حسین داننده. گفتم حسین داننده آقا؟ گفت آره. گفتم که من چی کارم؟ من کیم؟ چرا حسین داننده؟ گفت به خاطر این که تنهایی نشستی داری در مورد ما داری تحقیق میکنی. همین که داری تحقیق میکنی خوبه. بعد گفت میدونی من کیم؟ گفتم که نه من نمیدونم، صورت نمیبینم، شخصیت رو میبینم، قد و قامت رو میبینم، متوجهید؟ صورت نمیبینم ولی صوت رو میشنوم، صوت ذهنی. بعد قبل از که بیام چه این حضرات واسه من یه سوالی پیش اومده بود. اون شخصی که با من بود و من نمیدیدمش، یکی از عزیزای من رو نشون داده بود که ایشون دختر برادر پسر عموی خانومم بود. دیدم ایشون 1 سال و نیم بود عقد کرده بود. دیدم که این از روی یه پرتگاهی افتاد مرد. اسم و فامیلشون؟ مهرازین بود اسمش، مهرازین رضاپور. من دیدم این، گفت من تعجب کردم، گفتم که این تازه عقد کرده ها، این همینجا مونده شو ما اومدیم پیش حضرات. وقتی که اونجا رسیدم، آقایی که اومد بغل دست من واسه سلام علیک کردیم، گفت منو میشناسی؟ گفتم نه آقا. گفتش که من امام جعفر صادقم. اینو که نگفت یه حالتی بیفتم به پاش، چون که خودمو نمیدیدم ولی میدونستم که به زانوش چسبیدم. بدن نمیدیدید؟ از خودتون بدن نمیدیدین؟ نه از خودم بدن نمیدیدم ولی میدونستم که الان به زانوش چسبیدم و گفتم تازه پیداتون کردم، تازه فهمیدم. برگشت گفتش که میخوایم تو رو برگردونیمت. تا اینو نگفت انگاری جهنم رو به من دادن.
برگشتن به بدن جهنم بود. آره چرا؟ و الانم میگم وسط جهنمم. الان هم که میگم، الان خانمم میگه حسین دوست داری برگردی؟ مثلا من واقعا عاشق همسرم هستم. حسین ما چی؟ میگم اونجا یه چیز دیگه است. بگن بیا لحظه ای درنگ نمی کنم. شاید این حرف من خودخواهی باشه. خب خوبی های اونجا چیه؟ نگفتید. من الان من اینو برای بنده نه. سواله که اونجا شما چه خوبی دیدین؟ ببین که اونجا شاید نسبت به من این اتفاق افتاده باشه. اونجا هیچ کس دورنگ با من نبود. دورنگی نبود. دورنگی نبود. کسی به هم دروغ نگفت. کسی به هم اتهام نزد. کسی سر به سرم نذاشت. کسی تهمت. کلامو بر نداشت. تهمت، درویی، سر به سر گذاشتن، کلاه گذاشتن، میدونستن که دارم راست میگم. باور کردن. حقیقت منو دیده بودن. باورم نه. آروم بودم. آرامش داشتم. آرامش، باور متوجه؟ شدن. بله باورم کرده بودم. میدونستن که آقا من واقعا همون ذاتی هستم. الان که الان پیش شما هستم میدونم که الان خیلی هستن که حاضر نیستن سر به تن من باشه. پس چرا اونجا دوست بودن؟ بله من خب دوستان زیاد دارم، ولی رفیق شاید به تعداد انگشت دستم هم نباشه، یه دستم حتی، ولی ای کاش همون چند نفر اونجا با من بودن. یعنی اینجوری بود. دوست داشتید دوستاتون هم اونجا باتون بودن؟ آره جاشون خالی میلم بود. آره میل. چرا مثلا من با رفیقام این ور اون ور میرم چون که میدم که هم رنگیم، خب سر به سر هم دیگه نمیذاریم. شاید یه شوخی باشه ولی دیگه ظلم نمی کنیم به قدری که اینجا ظلم دیدم. اونجا کسی با کار من کاری نداشت. گفتید اونجا سر به سر گذاشتن نبود. نه نبود. اونجا احترام بود. احترام به معنی واقعی کلمه احترام بود. من واقعا در به در اونم. نه یه جا بی احترامی. اینجا دورنگی میبینم. اینجا بر مبنای یه خاصی که طرف داره با من داره احترام میگذاره. طرف کارش گیره به من داره احترام میگذاره. متوجهید؟ سر اینه که آقا میگم که اونجا تمام این حرفا یک کلمه است. دورنگی نبود. آسیب رساندن نبود. این آقا گفت به من شما برگرد. قبل از که برگرد گفتم آقا یه عزیزی و من دیدم که میخواد بمیره، اون زنده است. با انگوش اینجوری کرد. اون 2 سال دیگه میمیره. من برگشتن یادم رفت آقا تو رو خدا یه کاری کنید این نمیره. چی کار میتونم کنم؟ چی کار میتونید کنید؟ منظور همون خانم مهرازین بود. همون خانم مهرازین. آخه مهرازین دختر همین پسرمون که همون مثل برادرم هستن، ایشون به منم میگن عمه. بعد گفتن که من چون میدونم من خیلی دوستش دارم، نگرانش میشم، گفتش که مهناز من اونو دیدم که به من گفتن که این عمرش میخواد تموم بشه. انقدر اونجا حالم بد بود، انقدر التماس کردم بهشون. این خیلی جوونه، این تازه عقد کرده. این دختر خودمه. این مثل شکیلام میمونه. آقا چرا باید این فوت کنه؟ چی کار کنیم که فوت نکنه؟ تو رو خدا این جوونه، سنی نداره اصلا. گفتن که تقدیرش اینه، ولی حالا فهمیدی. گفتم آقا چی کار میتونم کنم؟ تو رو خدا شما یه کاری کنید. گفت به پدر مادرش بگید زیاد برای سلامتیش دعا کنن و قربانی بکشید. اونجا یه تلنگری خود به ذهنم، ای قربانی؟ اینجا هم داستان قربانی شد. قربانی بکشن؟ اونجا ته ذهنم موند. پس این قربانی یه قضیه‌ای داره ها. اینجا داره میگه ها. میگه دعای پدر و مادر و قربانی. دستشون گذاشتن، دست چپشون گذاشتن سمت راستم بود، دست چپش گذاشت دقیقاً اینجا، یه جایی که ضربه خورده بود.
گفتن که شما برمیگردی. وقتی که اینو گفت تا اومدم بگم تو رو خدا و فلان اینا، دیدم تو خونمونم قاسم آورده بود من داده بود تحویل خونه، به خاطر ازش دلخور بودم که ولی که من مردم بابا حداقل منو میذاشید یه آمبولانس میومد، یه دکتری میبردید. متوجهید؟ وقتی من برگشتم بعد 2-3 روز مثلا خوب شدم و اینا، من دیدم هیچی چی نشده، سرتو نبستی. گفتم قاسم بابا من مرده بودم، من اومدم بهت میگم بابا بلاش بریم کار کنیم و فلان اینا، تو بالا سر جنازه من بودی. بابا ولمون کن حسین، چی داری میگی؟ گفتم به خدا من میدیدم، مگه نمیگفتید که من اینو میخوام ببرم خونش؟ اون یکی که جلوم بود، اون 2 نفر راننده تریلی اومد داد میزد، میگه بابا به اورژانس بگید بیاد. راننده تریلی نبود اون. گفت چرا؟ گفت پس تو نه داشتی زیر چشمی ما رو ایسکا کرده بودی. گفتم به خدا ایسکا نکرده بودم، من از بالا میدیدمت که داری داد میزنی، میدیدمت که آقا جان حتی ته دلش گفته که بابا این داره مرده ببرم بندازم تو خونش، ولی خیلی رندی که این کارو با من کردی. گفت حسین مسخره نکن حسین، من نگفتم. گفتم به خدا تو دلت داشتی میگفتی. من بردی انداختی تو خونه، چرا فرار کردی؟ چرا 2-3 صدا ازت در نیامد؟ گفت واقعش من گفتم یا کسی که رو تریلی بیفته پای میمیره دیگه، ما دنبالمون که زنگ بزن بریم دفنت کنیم. متوجهی؟ گفتش که یعنی اون جایی که گفتم یادته اون صندوق داره پسر جوونه دوید، گفتش که بابا زنگ بزنید 110، زنگ بزنید اورژانس بیاد 110 بیاد بعد اینو پرونده شه وگرنه اینجا رو پلم میکنن. گفت خدا وکیل همه اینا رو میشنیدی؟ گفتم آره. اولش میگفت نه تو زیر چشمی داشتی میدیدی، اصلا گردن نمیگیره. گفتم زیر چشمی مگه تو دستت نمیذاشتی اینجام، نمیذاشتی اینجام، عوضی که ببینی منم نفس میکشم چرا دستت گذاشتی دهنمو داشتی میبستی؟ گفت حس می‌کردی؟ گفتم نه میدیدم جلوی دماغ، عوضی که ببینی من دارم نفس میکشم بعد اینجوری کنی دیگه. نه مثلا حالا شوخی طنز فوشم میدادم بهش خودمونی، نه فلان بشه تو دست گذاشتی دارو کیپ کردی که مطمئنش مردم. گفت اینا رو میدیدی؟ گفتم بالا سرت بودم نامرد، حداقل دستتو بذار اینجا یا بذار رو شقیقه به نبض میزنه یا نه. تو اینجوری محکم گرفتی که دیگه مطمئن شدی دیگه خفه شد مرد. می‌خواستی ارث منو ببری، من بالا سر خودم زن و بچه من قشنگ ارث منو به تو هیچی نمیرسید. بعد اینجوری بهش به خنده میگفتم آره ای کاش بود. و اون میومد میگفت زمانی که من برگشتم به بدن من ذهنم هنوز درگیر اونجا بود. من هی بهش نگاه میکردم میگفتم آقا حسین اینجا خونته، اینو بچه هاتن. بعد برگشتن گفتن که خونمه؟ گفتم بله خونته دیگه، اینجا خونه خودمون داریم زندگی میکنیم. بچه ها که اومدن گفتم بابا، برگشتن به من گفتن که اینا کیان؟ من گفتم اینا شایان شکیلا دخترمون، شایان پسرمون. بعد پسرم با گریه دوید رفت بالا به دخترم گفت آبجی بابا اومده ما رو نمیشناسه. اصلا نمیشناختم، فقط داشتن نگاه میکردم، فقط انگاری منو میشناختن. وقتی فهمیدم ای من تو خونم بازم همون آدما، با دست میکوبیدم به دیوار. من ازشون پرسیدم با نگرانی آقا حسین چی شده بهت؟ خانومم میگفت حسین منم. یعنی گفتم برو بابا تو کی هستی؟ نمیدونید من کجا بودم. دخترم گفت بابا ما. گفتم شماها کید؟ من بچه‌تم بابا، من شکیلام، من شایانم. من شایانم. گفتم برید پی کارتون، شما رو نمیخوام اصلا. بهشون برخورده بود. بعد اومدن که آوردیم تو اتاق، برش آب آوردیم. اون موقع پدرم خدا بیامرز، عموم خدا بیامرز زنده بودن. بعد اونا همجوری هول کرده بودن، هممون دور و برش نشسته بودیم. بابام برگشتن گفتن که اورژانس رو خبر کنیم، شاید ضربه مغزی شده. زنگ زدیم اورژانس اومده بود.
اومد وقتی معاینه کرد گفتش که آسیب فیزیکی ندیده، بدنش سالمه ولی باز بیمارستان ببرید بهتره اگه بهتر نشد. با برادرشون هماهنگ کردیم، آقا حسن تشریف آوردن، همراه حسن و داداشم و خدا بیامرز عموم که پدر خانمم شده با من، حسین آقا رو بردیم بیمارستان. پزشکا سری آزمایش و اسکن و اینا براشون تجویز کردن. وقتی که انجام شد گفتن که مشکل فیزیکی نداره، خدا رو شکر سالمه. که آوردیم خونه. فقط ایشون هی مدام تکرار میکردن اینجا خونمه، نه اینجا خونه من نیست، من یه جای دیگه بودم، من خونه داشتم، من خیلی زمین داشتم، زمینای زیادی داشتم، تو یه جای خیلی باصفایی بودم، نه اینجا خونه ما نیست. بعد من همجوری با ناراحتی داشتم نگاهشون میکردم. بابام همینجوری پشت سرم داشت تعریف میکردی حالا اتفاقایی که افتاده بود و اونجا و اسم خاصی نداشت اونجا، اسم اونجا بود. خب میگفت آره رفتم اونجا و خونه داشتم و نمیدونم چند نفر اونجا نشسته بودن و بعد پدرش و داداشش رو دیده بود اونجا. سال 90 2 سال قبل از این اتفاق پدرش و برادرش فوت کردن. بعد انقدر اینا رو پشت سرم تعریف میکرد، بعد برگشت آخرش بغض کرد، گفتش برو، به من برگشت گفتش برو آقا و امیر رو، اسم عموم امیر بود، برگشت گفت آقا امیر رو برو صدا کن، اونا شاهدن فلان مثلا. بعد من گفتم بابا آقا جون اینا 2 سال فوت کردن. بعد گفت دروغ میگی، نه برو صدا کن، من خودم باید برم ببینم. بعد گفتم نه فوت کردم. مامانم گفت آره حسین فوت کردن فلان بسال. بعد اونجا زد زیر گریه. بعد گفت نه من به خدا اینا رو دیدم، من میخوام برم پیش اونا دوباره. الان برای چی اینجا؟ به زور من آوردن اینجا، میخوام دوباره برگردم اونجا خیلی خوب بود. یه دفعه ساعت نزدیکای غروب بود، یک دفعه دیدم همسر من اصلا یه جوری که تا حالا تو عمرم ندیده بودم. حتی پدر و برادرشون که جوان فوت کرده بودن، همسر من نمیتونستن زیاد اشک بریزن. شروع کردم به گریه کردم، بلند گریه میکرد، صورتش قرمز شده بود، میزد تو صورتش. وای من تازه الان فهمیدم از کجا اومدم. خدایا چرا من برگشتم این دنیا؟ چرا من برگشتم؟ چرا برگشتم؟ بهترین جای عالم بودم. وقتی که فهمیدم اومدم خونه، دقیقاً فهمیدم جهنمم شروع شد. اینجا جهنم مطلقه. اینجا جهنم مطلقه. و ای کاش که میتونستم بیانم یه طوری برسونم. چی جهنم مطلق به تمام معناست. وقتی که من برگشتم، پسر عموی خانومم با من خیلی دوسته. پسر عموی خانومم پدر مهرازینه. ایشون آدم معتقدیه. تنها کسی بود که از حرفای من 0 تا 100 قبول داشت. راجع به مهرازینم پدر بزرگش نسبت به من گارد داشت. خب میدونستم که من هر چی بگم کسی قبول نخواهد کرد. من گردن گرفتم، اما بعد از اینکه ماجرای من دیگه به هوش اومدم، روزگار مالی من دگرگون شد. یعنی رفتم زیر 100 تا 0. اصلا من مونده بودم چرا من اینجوری شدم. بعدا فهمیدم آقا جان من تا کوبیده نشید ساخته نمیشی. باید کوبیده بشید و بعد ساخته بشی. و خیلی عذاب کشیدم تو این دنیا که الان ما هستیم که همه مادیات گرا هستن. خب یه آدمی که مثلا وضع مالیش یهو ریخته به هم نداره و اینا، بیاد بگه آره من نذر کردم واسه مهرازین قربونی شما میری، کی حرف من قبول میکنه؟ نگفتم تا اینکه وضع مالیم خوب شد. نگفتم تا اون بنده خدا از دار دنیا رفت، یعنی پدر بزرگ ایشون که نسبت به من گارد داشت. باباش با من خیلی دوسته. توی جمعی بودیم و گفتم که آره من مهرازی گفت چند
واقعا اینجوری شده. گفت چرا؟ گفتم اگه میگفتم کی باور میکرد؟ گفتم تو رو خدا باور میکردید؟ چون که قسمشون دادم سرشون نگفتن نه نگفتن آره. خب فهمیدم آقا زده میندازی پایین یعنی آقا جان خب نه باور نمیکردی. متوجهی؟ بعد گفتن که حسین، گفتم محمد آقا اصلا من ابایی ندارم از که برم قربونی بکشم، میخوام برم بکشم. گفت حسین نه دیگه، من گردن میگیرم خودم هم میکشم. حدودا همون نزدیکای 2 سال بعدش، یعنی 2 تابستون بعد این قضیه، دخترم با شوهرش رفته بودن مسافرت. موقع برگشتن ترمز ماشینشون میبره و خالی میکنه. بعد سرازیری گردن حیران و همینجوری ماشین داشته میمده، اینا هم نمیتونستن نگه دارن، جیغ و داد و انجام میدادن. اطرافیان هم شاهد بودن که اینا دارن میرن دره. دیگه یه خورده من مثلا یه نیم متر 1 متر مونده بوده برن دره، ماشین به صورت معجزه آسایی وامیسته. میان پایین میبینن یه سنگ خیلی کوچیک جلوی لاستیک ماشین رفت نزدیک اون، اومده بالاش که بخواسته بره اونجا نگه داشته بود ماشین. امسال بود یا حالا شاید یه قبل از عید بود یا تو عید بود، دقیقا نمیدونم. اینو من چون که دیگه برنامه شما ها رو میدیدن حرف افتاد، محمد گفت راجع به مهرازین چی دیده بودی؟ یا حالا خود مهرازین نمیدونست. من قضیه رو گفتم، گفت عمو من و پیمان همسرشونه از گردن حیران داشتیم میومدیم پایین، خب همراه با همسرشون. بله، ماشینشون تو گردن حیران میپیچه یا ترمز میبره یا اتفاقا میفته میره سمت دره. میگه عمو یه دونه فقط یه سنگی اومد زیر لاستیک وگرنه پچ رو اون تای دره. کی این اتفاق گفتم میفته؟ که مهراز این کی بود این قضیه؟ بعد همه برگشتیم تو هم فامیل جمع بود، همه برگشت گفت عمو نزدیک عروسیمون 94 اینا ازدواج کردن، یعنی 94 نشده بود. تاریخ دقیق به من نگفتن. من فهمیدم مثلا تقریبا 1 سال بعدش یا 1 سال و نیم بعدش این اتفاق افتاده. متوجهید؟ بعد من اونجا گفتم ای وای. بعد تا امسال گفتم وای قربونیه. اومدم گفتم محمد آقا من یه چیزی میخوام بهت بگم. گفت چی؟ گفتم که آقا گفته قربونی هم بکشید. من اون موقع نداشتم ولی الحمدلله الان دارم. گفت حسین نه خودم میکشم. گفتم که من اون موقع بودجه‌ای نداشتم ولی الحمدلله الان مشکل مالی ندارم، خودم گردن گرفتم. و گفت حرفش هم نزن، تمام. و میدونم که به من گفت کشتم. قضیه قربانی باز من تکرار شد. آقا تو قرآن میگه به جای پسرت، خدا میگه که ای ابراهیم به جای پسرت این قوچ قربانی کن. آقا این زجر نمیکشه؟ نه، از حلقوم ببری عصب کار نمیکنه و خلقت و سرشت این گوسفند برای این که اصلا قربانی بشه برای این خلق شده. فکر میکنید کسی باشه که اونجا رو ببینه ولی بعد که برگرده دنیا دوباره غبار بگیردش و غبار دنیا و کم رنگ بشه و برگرده بشه همون آدمی که قبلا بوده؟ چرا نشه؟ من همیشه یه مثالی دارم، هم به خودم میزنم هم دوستانی که هستن بعضی موقع حرف میزنیم، میگم که هممون همیشه میریم یه همچنین دیدی حالا باقیش با خودته، برو راجبشون رو تحقیق کن. منم کمکت میکنم. فردی که تجربه کرده هم میتونه دوباره گناه کنه، دوباره اون لطفی که بهش داره کنار بذاره، فراموش کنه. چرا که نشه؟ چرا که نشه؟ بله. چرا این اتفاق نیفته؟ من مگه ولی خب متاسفانه من الان که اتفاق واسه من افتاده خیلی در معرض آسیبم. هر چی
تو عمر رفتی دیدی این کاری میکنه. بابا منم آدمم، منم یه انسانم. شیطان قسم خورده، دشمن قسم خورده یه منه که آقا از هر طرف بزنمت. خود شیطان اون عالم رو دیده دیگه. بله، و چون که از دستش داده میگه نباید تو هم بری. کسی بیش از شیطان و اصلا عمر ما طولانی تر از او هست؟ نه اصلا. عالم غیب و این همه دیده ولی مظهر تمام در تاریخ و روایت از یه سجدش 2000 سال طول کشیده. بله، ولی سرآغاز همه شرها و بدی. بله بله. دیدن عالم غیب باعث نمیشه که کسی معصوم بشه یا نه بیگناه. اصلا این نشدنیه، ولی میتونه خیلی مراعات کنه. من خودم اگه بخواد. بله، ولی خیلی 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 سخته. خیلی 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 سخته. یکی از کاری که من کردم، من همیشه یه شعاری دارم، هیچ ربطی هم به این اتفاقم نداره اصلا. به بچه‌ام، به رفیقم، به همدردم که با هم دیگه ایم، رفیقم، میگم ما یه آقا امیرالمومنی داریم حی حاضره، اسمش هم مهدیه. اومد گفت گوشی تو بده حسین بگم بیا. تمام. آقا یه لحظه وای میستی؟ نه دیگه تو نیستی. ولی من همیشه یه شعاری دارم، میگم که من نون نامردی نمیبرم، نون نامردی نمیخورم، زور میزنم که نخورم. تا میتونی هم آقا جوان مرد باش تو کارت. خیلی سخت آدم بتونه دنبال مادیات باشه. یکی از که آقا از دستش بر نمیاد، میگه آقا جان من از دستم بر، نه حروم است و حلال، نه اون شرط نیست. شرط اینه که راه رو بدونی، بلد باشی، در توانت باشه، بخوای اون کار رو انجام بدی، میدونی که پشتش هم پول خوبی هست. اون وقت میخوام که نری همینطور بگی نون نامردی توشه. خب جناب حاتمیان عزیز، اگر کسی بپرسه که چکیده نتیجه ای که شما دریافت کردید از این تجربه و تحولی که به شما داده چی بوده، چی میفرمایید؟ تجربه‌م اینه که میدونم که شیطان وجود داره، میدونم که نمیذاره ما درست حسابی بتونیم زندگی کنیم، میدونم که اگر واسه من این اتفاق افتاد لغزش واسه من زیاده، جاشم هست، اما زورمو بزنم نشه. اگر یه روزی بشه، خب یک روز از عمرم اصلا بگن آقا بین بهشت و جهنم، چرا میگم بین بهشت و جهنم؟ من هر دوتاشو اونجا تجربه کردم. جهنمی بود که فهمیدم که چه بلایی سر اونا اومد که من مچاله شدم. بین جهنم و بهشت مثلا میگفتن که آقا جان من دوباره بخوای اینو حس کنی، میگفتم یک ثانیه منو به اون بلا دچارم نکنید. شاید بگن که مثلا آقا اونجایی که رفتی خوب بود، خب اونو ازت میگیری، خب یه لحظه اینو امتحان کن بعد برو اونجا. میگم نه، دوباره این بلا رو سر من نیارید. انقدر سنگین و وحشتناک، یعنی هم هم با ترس نمیشد نفس بکشی و خوبی هاشم در حدی که آدم خانواده رو دیگه اصلا نمیخواد، حتی اصلا نمیخواد. بالاتر از من مادر نمیدونم، بالاتر از همسر مگه هست؟ الانم به من بگه همین پنجره باز میگم خداحافظ. به خاطر اینکه به اون برسم، خوبی نهایت سختی، به خاطر اینکه میخوام اونجا برسم سعی میکنم زورمو بزنم دست از پا خطا نکنم.
خیلی زور میزنن. خیلی لطف کردید جناب حاتمیان، خواهش می‌کنم. سر این قرار حاضر شدید، لطف کردید. تشریف آوردید، زحمت کشیدید. اجازه میخوام که یک قرار دیگه تنظیم کنیم برای دیدار دیگه، ملاقات دیگه. قرار بذاریم گفتار، رفتار، افکار و زندگی ما در اینجا به گونه‌ای باشد که وقتی در یک زندگانی جاودانه دوباره همدیگر رو ملاقات میکنیم، اونجا جایی باشه، به ما جایی رو بدن برای ملاقات و گرد هم آمدن که سراسر سلام باشه، احترام باشه، آب و درخت و در و دیوار ما رو دوست داشته باشن، به ما سلام کنن، یک رنگی باشه، دورویی نباشه و بهار باشه. میتونم یه جمله بگم؟ بفرمایید. شیطان زورش بگر به امثال من نرسه، با شیاطین جنیش با شیاطین انسی میریزن سرت. دوتای منو زدن و نمیذارن نفس بکشم، آبرو و اقتصاد. با این دوتا وارد میشن. خب میخوایم با هم قرار بذاریم برای اون قرار یا نه با وجود بله. این سختی ها؟ نه من قرار بذاریم؟ بله قرار بله بذاریم. بله بسیار خوب. بله. شما هم تلاش بفرمایید این قرار سخت رو در دلها برقرار کنید و ما بیقراریم تا وقت قرار، به امید دیدار در قرارگاه جاودانه. مخاطبین محترم این نوع گزارش‌ها و برنامه‌ها با توجه داشته باشند. کسانی که در واقع این تجربیات رو گزارش میکنن، اینا مثل آدمای رهگذری هستند که از این مسیر عبور میکنن و یک تصویرهایی رو از اونجا ثبت و ضبط میکنن، ما گزارش میدن. چون اینها تجربه انسان‌هایی نیست که مرگ قطعی داشته باشند. اینها قرار نیست که در اون عالم متوطن بشن و در اونجا مستقر بشن. مثل یک آدم رهگذری که از این مسیری میره، اون هم با شتاب، با هول، با عجله، و بعد یک تصویرهایی رو از اونجا در واقع حفظ کرده یا در خاطرش مونده، بعد گزارش میکنه. یا مثل یک کسی که یه لحظه مثلا یک افقی براش باز شده، یه چشماندازی و یه نگاهی میاندازه، یه سرک میکشه به عالم غیب. مثل یک کسی که از این پنجره به بیرون یه نگاهی میکنه. اینها عموما اینطوری هستن. یعنی نمیشه گفت اینها درک همه جانبه دارن، با همه واقعیت‌های جهان پس از مرگ روبرو شدن و یا به هر حال به اون واقعیت نهایی و به اصطلاح فرجامین زندگی خودشون نائل شدن. نه، اینطور نیست. اینها معمولاً حالا به حکمت‌های الهی و مصلحت‌هایی که خداوند متعال برای تربیت انسان‌ها داره، به هر حال یک گوشه چشمی از اون واقعیت‌ها رو بهشون نشان میدن و هم برای خودشون بسیار کارساز و مفید هست و هم برای کسانی که در معرض این گزارش‌ها قرار میگیرند. در این حال تأکیدم بر این هست که این نگاه‌های در واقع کوتاه و جست گریخته نباید مبنای در واقع شناخت جامع ما نسبت به جهان آخرت باشه، اگرچه که همه اینا درجاتی از واقع نمایی رو دارند و خبرهای ولو کوتاه، ولو تلگرافی، ولو خلاصه یک جانبه نه چند جانبه از اون جهان میدن و به همین دلیل عرضم این هست که اینها رو باید کنار همدیگه گذاشت و منزله پازلی که قطعاتش رو کنار هم میگذاریم تا یک تصویر جامعی رو به دست بیاریم، باید به همین ترتیب با این نوع تجربیات روبرو شد و ازشون استفاده کرد.
در سال 2007 بود، زمانی که من به عنوان یه نصاب قرار بود یه آسانسور برای یه شرکت بین المللی در سالزبورگ نزدیک بیشوفسهافن نصب کنم و ما 2 نفر به عنوان نصاب کارخونه در محل بودیم که قرار بود 4 طبقه باشه که اول ریله راهنمای جانبی نصب میشد و بالای اون یه موتور تعبیه میشد و موتور رو با یه قرقره به بالا منتقل کردیم، اما با استفاده از این قرقره نتونستیم موتور رو به آخرین طبقه برسونیم. به همین دلیل توی همون روز سکوی میانی رو دوباره نصب کردم. خب این موتور 133 کیلوگرم وزنش بود، میدونید، و ما فقط 2 تا نصاب ساده بودیم و به خاطر سنگین بودن موتور داربستی که داخل آسانسور نصب بود و من روش ایستاده بودم تا موتور رو روی جای اصلیش برسونم در حال شکستن بود و ناخودآگاه وقتی زیر پای آدم خالی میشه همه چی رو رها میکنی تا خودتو حفظ کنی. پس منم موتور رو رها کردم و سقوط کرد، چون اگه این کارو نمی کردم پایه های داربست میشکست و من 16 متر رو کف بتونی زمین سقوط میکردم و واقعا خوششانس بودم که داربست چوبی رو زده بودیم. اگه نبود احتمالا منم الان اینجا نبودم که باهاتون مصاحبه کنم. دقیقا لحظه ای که موتور سقوط کرد تمام پایه ها شکستن و من لیز خوردم و از کال بودم اومدم بیرون. حالا هر اسمی که روش میشه گذاشت، هنوز اون موقع بدنم آسیبی ندیده بود ولی روحم از بدنم جدا شده بود. داشتم به پایین نگاه میکردم، بعدش بدنم رو دیدم که روی زمین دراز کشیده و باید بگم من بدن من واقعا با بدنم رابطه یا پیوند عاطفی نداشتم. پس پیش خودم فکر کردم خب اون بدنمه دیگه، پس چیه؟ شاید باورتون نشه ولی دید 360 درجه داشتم. در هر لحظه میتونستم عقب رو ببینم یا میتونستم حتی جلوی خودم رو ببینم و تمام جهات رو هر لحظه میتونستم ببینم. یعنی همه چیز رو درک میکردم، حتی با اینکه دیوارا رو میدیدم قادر بودم اونور دیوارم ببینم. توصیفش یکم برام مشکله، نمیتونم با کلمات بیانش کنم. یه چیز دیگه ای که قادر بودم ببینم، میتونستم رنگا رو ببینم. این واقعا برای من نوعی شگفت انگیز بود، تقریبا نسبت به طیف رنگی که واقعا وجود داره. میتونم بگم کور هستم، یعنی این 256 میلیون رنگی که داریم خیلی بیشتر از این در اونجا وجود داره. 256 میلیون رنگ واقعا باور نکردنیه. توانایی دومی که داشتم این بود که میتونستم کلماتی که تمام افرادی که در این محل کار میکردن بشنوم، حتی کلماتی که از راه دور میشنیدم. این باور نکردنی بود. خب میتونم بگم سر و صدای زیادی با وجود ساخت و ساز توی اونجا وجود داشت، چون کلا جایی که ساختمون سازی میشه پر سر و صداست، اما من هنوز میتونستم کلماتو بشنوم، حتی حرف کسایی که از من خیلی دور بودن. همچنین میتونستم افکار آدما رو بخونم. این عجیب ترین چیزیه که میتونم توصیف کنم. میتونستم همه چیزو بشنوم، اما توی اون لحظه اصلا غافلگیر نبودم. این عادی ترین کار جهان بود. خب از نظر زمانی به نوعی زمانو که کاملا عجیب بود درک میکردم، اما میدونم که الان توی این بعد زمانی اصلا نمیتونم شرحش بدم. اونجا زمان هیچ منطقی نداشت، حتی میتونم بگم هیچ معنی نداشت. نمیدونم چه مدت خارج از بدنم بودم. احتمالا خب دلیلش همون تفاوت‌های زمانی اینجا و اونجاست. بخوام بگم چقدر طول کشیده واقعا سخته. اگه جدی این سوالا بپرسید میگم شاید 15 دقیقه، شاید هم اصلا خب چند ثانیه، اما نمیتونم بگم چه جوری به بدنم برگشتم، چون
نمیدونم، فقط میدونم که توی بدنم بودم. کسی هم از قبل به هم نگفت باید برگردی و هنوز نوبتت نشده. ولی خب من وقتی برگشتم از خودم پرسیدم که این چه اتفاقی بود که الان افتاد. واقعا من چند ثانیه پیش اون بالا بودم، الان چطوری اومدم این پایین؟ واقعا چه بلایی سر من اومده؟ ولی بعدش خب من حواسم پرت جسمم شد. من به شدت آسیب دیده بودم، صدمات خیلی خیلی زیادی دیده بودم. رگ به رگ شدن از ستون فقراتم، 2 تا از دنده هم شکسته بودن و خب لکنم آسیب دیده بود. و به عنوان کسی که یک بار مرگ دیده و این تجربه رو حس کرده، باید بگم که فقط ما باید حواسمون به اعمالمون باشه. حافظ عزیزم می‌فرماید نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل. بنده تر نمیتوان اصل تو گفتن چه تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن